شخصی از یتیمخانه فرزند میگیرد، بعد چند سالها اون فرزند کلان میشود و پدر میمیرد. آیا از پدر به اون ترکه میرسد یا نه؟ پدر به معنایی که آدمی که گرفته کلام کرده است همون نمیگوید؟ بله بله. نه، او پدر حساب نمیشه، او فقط والی یتیم است. پیامبر صلی الله علیه و آله که انا و کافل الیتیم که هاتینی، من و کفیل نگاه و بین کننده یتیم روز قیامت مانند این دو انگشت هستیم. یعنی من و آدمی که یتیم گرفته کلام میکنه مانند این دو انگشت به هم دیگر نزدیک هستیم. این از همه مقامی بلند روز قیامت، از همه مقامی بلند مقامی پیامبر صلی الله علیه و سلم است و کفیل یتیم مانند یعنی همین دو انگشت به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک است. بنابراین راوی حدیث گفتم که حق علی کل من سمع هذا الحديث ان يعمل به ليكون رفیق النبی صلی الله علیه و سلم فی الجنه. حق سزاوار است هر کسی که همین حدیث را شنود و همین حدیث عمل کند تا اینکه رفیق پیامبر صلی الله علیه و سلم در بهشت شود. یعنی این آدم مرتبه بلند نائل شده است که به یتیم نیکی کرده است، یتیم گرفته است کلام کرده است، لیکن میراث نمیگتید الا صدقه از خودش. مثلا من برای تو همین ماشین دادم یا همین زمین دادم که آینده همین کشت و کار کرده زندگی ت بری، یا همین زواد دادم یا همین مال و حال دادم یا همین دکان دادم که تجارت کنی و زندگی ت بری. گفته از خودش خیر و سخاوت کنند در زندگیش میلی، لیکن اگر وفات کند میراثش به اون یتیمش که گرفته کلام کرده است تقسیم کرده نمیشه، چون که و از جمله میراث خوران این مرد نیست. والله تعالی اعلم.